سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به دوره 0 تا 100 CMD. در این دوره ما به طور عملی یاد می‌گیریم که چطور از کامند پرامپت یا CMD برای کارهای مختلف استفاده بکنید. دوستان عزیز، همان قسم که شما کارها رو دستی توسط کلیک با ماوس انجام می‌دهید، با دستورات متنی توسط CMD می‌توانید هر کار را که بخواهید انجام بدهید و کار توسط CMD بسیار سریع است. اگر می‌خواهید مهارت‌های خود را در ویندوز افزایش بدهید، پس لطفاً تا آخر با من همراه باشید. الان دوستان عزیز، CMD چی است؟ CMD یا کامند پرامپت یک ابزار خط فرمان در ویندوز است که به ما اجازه می‌دهد تا مستقیما به سیستم عامل خود دسترسی داشته باشیم و دستور بدهیم که چه کار را باید انجام بدهد. دوستان عزیز، فرق CMD و رابطه گرافیکی چی است؟ توسط رابطه گرافیکی شما با کلیک کردن کارهای مختلف را انجام می‌دهید. کپی پیست هر کاری که دل شما می‌شود، یعنی با ماوس کامپیوتر یا ویندوز خود را مدیریت می‌کنید. اما در CMD همه چیز، تمام کارهایی را که می‌خواهید انجام بدهید با نوشتن دستورات انجام می‌شود. این ابزار برای کاربران عادی، متخصصین شبکه، برنامه‌نویسان و حتی مدیران بسیار مفید است. پس لطفاً تا آخر همراه باشید. دوستان عزیز، چرا باید CMD را یاد بگیرید؟ کنترل بهتر سیستم عامل بدون نیاز به ماوس، یعنی بدون اینکه به ماوس دست بزنید، شما میتوانید با دستورات متنی تمام کنترل کامپیوتر یا سیستم عامل خود را در دست بگیرید. هر کاری اکثرا توسط ماوس زمان بر است، اما توسط CMD میتوانید شما به راحتی و بسیار سریع به تمام نقاط کامپیوتر خود دسترسی داشته باشید. حتی از حل مشکلات ویندوز خود را توسط CMD میتوانید انجام بدهید. یک از کاربردهای شما خارج کردن فلش یا درایو از حالت رایت پروتکت میباشد. فقط یک مسئله مهمشان میباشد. خب دوستان عزیز، الان میایم با محیط عملی CMD را میبینیم، محیط کار CMD را میبینیم. پس برای شروع کار عملی در CMD از باز کردن CMD شروع میکنیم. چطور CMD را باز بکنیم؟ صفحه CMD را باز بکنیم. دکمه وین که آر را بزنید. در پایین میبینید که محیط جستجو برای شما باز میشود و در اینجا CMD را تایپ کنید. با دکمه اینتر شما میبینید به محیط CMD دسترسی پیدا میکنید. روش دوم، در قسمت پایین استارت منو، در اونجا میبینید که سرچ بار وجود دارد. در اونجا میتوانید CMD را بنویسید. با دکمه اینتر به محیط CMD وارد میشوید یا دکمه استارت منو را کلیک کنید. در اونجا محیط جستجو باز میشود. با تایپ CMD و روی کامند پرامپت کلیک بکنید، شما به محیط CMD دسترسی پیدا میکنید. این بود نحوه باز کردن CMD. وقتی CMD باز شد، یک این صفحه سیاهی را میبینید. این صفحه سیاه را شما میبینید دوستان عزیز، و در اینجا میتوانید شما دستورات CMD و هر کار را که بخواهید انجام بدهید، یعنی مدیریت کامل سیستم عامل خود را توسط همین صفحه میتوانید در دست بگیرید. اولین دستور را که میخوانیم دستور DIR است. با دستور DIR یا فرمان DIR لیست فایل های موجود در پوشه‌ای که شما در حال حاضر قرار دارید، تمام اون فایل ها برای شما نمایش داده خواهد شد. طور مثال DIR میزنیم. الان در این آدرس را که شما ببینید، در این آدرس قرار داریم. بعداً با تغییر این آدرس را هم شما یاد خواهید گرفت. این آدرس وقتی که شما محیط CMD را باز میکنید، به صورت اتوماتیک پیش‌فرض این آدرس در آنجا قرار دارد. با تغییر آدرس در جلسه های بعدی تغییر تمام مدیریت دیگر فرمان ها را باز در جلسه های بعدی یاد خواهم گرفت. الان اولین دستور DIR است، یعنی در این محیط که شما قرار دارید تمام فایل هایش برای شما نمایش داده می شود و این تمام فایل هایی است که در این محیط فعلی قرار دارد. و آخرین دستور در جلسه امروزیمان فرمان exit می باشد، یعنی چطور محیط CMD را کامل ببندید. exit بنویسید، exit را تایپ کنید. با دکمه اینتر محیط CMD یا کامند پرامپت به طور کامل بسته خواهد شد. دوستان عزیز، برای اینکه ویدیو بسیار طولانی نشود، فرمان های مهم و بعدی را در جلسه بعد توضیح خواهم داد. یک نتیجه گیری کلی میکنیم. در این ویدیو یاد گرفتیم که CMD چیست، چرا مفید است و چطور آن را باز کنیم. در ویدیوی بعدی یاد میگیریم که چطور در بین پوشه ها حرکت کنیم و اطلاعات فایل ها را مدیریت کنیم. پس تا ویدیوی بعدی با من همراه باشید.